هر وقت موتر استاد کردن باز ما پایین میشیم. ما پول داریم مادر. با عجله برآمدیم. یادم رفت که از بکسکم پول میگرفتم. یک چاره پیدا خود کردیم. درست است. آخر نجات پیدا کردیم. جان مادر موفق شدیم فرار کنیم. باید زیاد خوش باشیم. یعنی برای همیش نجات پیدا کردیم؟ نجات پیدا کردیم جان مادر. راحت شدیم. دیگه آزاد هستیم چیه مادر. نفس حالا دیگه دروازه رو باز کن. نفس میفهمی که از پیش من فرار کردن نمیتونی. باز کن. نفس جان درست است. متاسف هستم کلا گناه از من. حالا دیگه دروازه رو باز کن جانم. حالا جانم دروازه رو باز کن. میخوایم ازت معذرت خواهی کنم جانم. واقعا معذرت میخوایم. یایید یک دونه پدر بچه با مادرت بگو که دروازه رو باز کنه. حالا دیگه تام بیا همراهیم ساتری کن. نفس دروازه رو باز کن. بدت تو چی میکنی؟ ایشن تو مداخله نکن. برو دو اتاقت. آرام باش. یک نفس عمیق بگی. اول با یهید فکر کن. خوش میشی که بچیت ازت نفرت پیدا کنه؟ بیا زو اندازه کافی نفرت پیدا کنه. چی گپ شده؟ دیدم که جایی که بودی دست خودم بعد طاهر نشان داد. ما هم کلکاشی شکستند. ببینه حالا اگه آرام نشی وضعیت از یام کده بدتر خود شد. ها؟ حالا بیا دیگه که اگه نوشیدنی بخوریم. حالا بان که نفس و بچه تا صبح خو کنن. فهمیدی؟ حالا دیگه ایشن کاش بفهمم که من چقدر دوستش دارم. کاش بفهمم که از او کدام از جاد رنج میبرم. اما تو خوب میفهمی نه؟ میفهمم بان که یک دفعه صبح شوه خودم امرای نفس گپ میزنم. برات وعده میتم. حالا دیگه حالا Ümidim tükendi bitiyor. Ardına bakmadan gidiyor. Söylemeye dilim var mı? Söylediler yandım kül oldum. Söylemeye dilim varmıyor. Söylediler yandım kül oldum. Bir görünüp bir kaybolup beni düşürdüler de bakışların gözlerime bilmem yüreğin nerede. Anladım duyduğuma göre sevdiğin varmış. نترس چیزی نشده. درست است. Kül oldum. هیچی هست. با تو چی دست میلا کن.
نه امکان نداره. مادر ما کجا رسیدیم؟ خوام برده بود. مسئول می نرسیدی. آی نفس لوت، نفس دیوانه چطور قرائت خوابت برده بود؟ یعنی بازا ما را دگیر پدرم خواد دادن؟ نفس حالا دیگه دروازه رو باز کن، خراب نکن. یید بچیم، حالا دیگه مادرت بگو دروازه رو باز کنه. حالا بچیم پشت داد دق شدیم واقع. جان پدر یید نفس نجیب ودت نجیب 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 امر کنین آقا بدن. نفس کجاست؟ نمیفهمم. در خانه نیست. نجیب فکر کن باز چه بودی؟ اگه در خانه میمود پرسان نمیکنن فهمیدی یا نه؟ نفس نیست. چطور امکان داره آقا؟ وقتی دیشب محافظا را داخل خواستم متوجه بودم که کسی از خانه بیرون نشن. شاید پد شده باشه یا که کتیه چشم پتکان بکنن. بان زن، من پایانش میکنم. بیا دخترم، بیا برگه با بیش. بکس مستول بکس بیار. چی شده؟ چرا دفعه گرفتی؟ طاهر اینو اینجا چی میکنن؟ زن بازبوتای ما را داخل بیاری. میارم تو دمو بالش کردی؟ ما زن مردم چی گفته که تو خود بیارم؟ همینجا باش، من دخترم خودداده پس میام.